فقیر موندن سخته، ثروتمند شدن سخت‌تر و به نظرم ثروتمند موندن سخت‌ترین کار دنیاست و ثروت فقط پول نیستش. توی این ویدیو میخوام چشم و گوش رو خورده باز کنم، راجع به ثروتی حرف بزنم که همه ما داریمش ولی حواسمون بهش نیست و متاسفانه آدمای ضعیف این ویدیو رو تا انتها نمیبینن. تو جزو اون دسته از افراد نباش. خوب یا بدش رو نمیدونم، ولی چیزی که مطمئنم زندگی سخته و یک سری چالش‌ها هممون داریم. توی هر لولی باشی یه سری چالش‌ها زندگیت داره و اگه بخوام عددی مثال بزنم، یه نفر مثلا 10-20 میلیون چالش زندگیش اجاره یک خونه است، یه نفر 200-300 میلیون تا 500 میلیون چالش زندگیش اینه که رهن یک خونه رو جور کنه، یه نفر چند میلیارد چک داره برای کارخونهش، برای بیزینسش یا برای هر چیزی. میخوام اینو بفهمی که توی هر لولی باشی چالش به همون نسبت بزرگتر میشه و به نظر من اگه این چالش رو رفعش کنی یه خورده لول اپ میشی، این چالش بزرگتر میشه ولی تو قبلش لول اپ شدی و میتونی باهاش کنار بیای. دارم راجع به عموم جامعه حرف میزنم. هستن کسایی که چالش همون 10-20 میلیون شاید اجاره خونه هست، یهو رفته یه کارایی کرده چالش میلیاردی واسه خودش به وجود آورده، یا نه شرایط زندگیش جوری بوده که این چالش توی زندگیش بوده. میخوام راجع به عموم جامعه حرف بزنم، راجع به موارد نادر الان نمیتونم صحبت کنم، ولی اینو الان فهمیدی که همه ما چالش داریم. بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم که زمانی که چالش پیش میاد بهترین تصمیم رو بگیریم اینه که ما هر روز سعی کنیم خودمون رو به بهترین نسخه خودمون تبدیل کنیم. اول ویدیو گفتم دیگه، ثروت فقط پول نیست. به نظر من با ارزش ترین چیزی که ما آدما داریم شخص خودمونه. یعنی خودمون با ارزش ترین سرمایه خودمون هستیم و هر چقدر وقت بذاری برای خودت و برای پیشرفت و رشد خودت سختی بکشی، در ادامه زندگی سختی نداری. اگر هم اینو انتخاب نکنی یه زندگی معمولی داری که هر روز داره زندگی سخت‌تر میشه. سختت رو خودت انتخاب کن. انتخاب من سختی رشد که در ادامه زندگی راحت‌تری داشته باشم، نه اینکه بخوام زندگی راحتی داشته باشم و مدام سختی بکشم. این راحتی هم حالا راحت نیست، چون تو کلا زندگی توی سختیه، فقط داری خودتو گول میزنی با یک سری خوشگذرانی که مثلا میگی اوکی زندگی خیلی ایزیه، من نمیخوام روی رشد و پیشرفت و نمیدونم ورزش کنم، بیزینس خودم رو راه بندازم، کتاب بخونم، خیلی کارهای دیگه انجام نمیدم. اوکی میرم سراغ کارهای به درد نخور که فکر کنم آره زندگی داره خیلی حال میده، در صورتی که میدونی اصلا اینجوری نیست و فقط داری خودتو گول میزنی. برای اینکه حرفمو بهتر بفهمیم ادامه حرفمو با یک طرح سوال پیش میبرم. چرا آدمایی که زندگی سختی دارن باید به خودشون سختی بدن که زندگی خوبی بسازن؟ اوکی زندگی اون سخت است، چرا باید به خودش مثلا اینو بقبولونه که من چاقم و این سخت، نمیتونم چه میدونم پله ها رو سریع برم بالا، نمیدونم بدوم یا سریع راه برم. یه سری چالش ها دارن دیگه توی زندگیشون. این زندگی سخت رو داره، چرا باید سختی ورزش رو به جون بخره که زندگی راحت تر داشته باشه؟ خب اوکی تو سختی هستم دیگه، من چرا باید سختی بکشم؟ گفتم دیگه سختت رو خودت انتخاب کن. توی این ویدیو شاید چندین بار اینو بهتون بگم چون خیلی چیز مهمیه. حداقل خودت انتخاب کن که دقیقاً میخوای چیکار کنی. داشتن یک زندگی معمولی سخته و از اون سخت‌تر موفق شدن و ساختن زندگی خوبه. به نظر من چیز آسونی توی زندگی ما وجود نداره و راحتی زمانی توی زندگیت میاد که یا موفق شدی یا مردی. پس سختت رو خودت انتخاب کن که میخوای سختی اون زندگی معمولی رو به جون بخری که تهش با مردن راحت بشی، یا نه میخوای روی رشد و پیشرفت خودت کار کنی، سختی بکشی که در ادامه یه زندگی خوب و راحت واسه خودت بسازی. ببین بیا صادق باشیم، تو دقیقاً میدونی که الان باید چه کاری انجام بدی، اما به خاطر یک سری دلایل که من بهش میگم بهونه تراشی اون کارا رو انجام نمیدی و همین تنها عامل موفقیت و بدبختیت هستش. ساده تر بخوام بگم تنها دلیل خوشبختی و موفقیتت خودتویی. همه آدما میدونن که چه کاری درسته چه کاری غلطه و با یه مثال اگه بخوام بهت بگم 99% یا حتی 100% افرادی که سیگار میکشن کاملا میدونن که این سیگار ضرر داره، چه آسیب‌هایی به بدنشون میرسونه، ولی من و تویی که حالا شاید تو سیگار نکشی، منی که سیگار نمیکشم میرم مطالب رو میخونم میفهمم اوکی اگه سیگار بکشم این اتفاق واسم میفته، تنگی نفس میاره، فلان میشه، بسار میشه. ولی اون کسی که داره هر روز سیگار میکشه داره هر روز لمسش میکنه، داره میفهمه که نسبت به چند سال قبل نمیتونه درست حسابی نفس بکشه، زود خسته میشه، پله ها رو میره بالا، نمیدونم نفس میزنه و اینها رو هر روز داره توی زندگیش لمس میکنه. چرا هر روز داره سیگار میکشه؟ بس من و تو که مثلا خوندیم میفهمیم سیگار ضرر داره، اوکی سیگار نکشم. میفهمی چی دارم میگم؟
همه ما میدونیم درست و غلط چیه. اینکه کار غلطه رو انتخاب میکنیم به جای کار درسته، همش برمیگرده به خودت، همش برمیگرده به اینکه چی توی اینجا داری، چه طرز فکری راجع به خودت داری. توی آینه داری خودتو میبینی؟ یه آدم معمولی که اوکی اصلا خودتو میبینی توی آینه یا نه فقط دارید موتو میبینی، نمیدونم سیبیلتو درست میکنی میری ادامه داستان زندگیت. اصلا خودتو میبینی؟ یه تستش کن. اگه تا حالا تستش نکردی، یه دقیقه ببین توی صورت خودت میتونی نگاه کنی. فرقی نداره توی چه لولی هستی، حتی اگه اون آدم موفق هستی. من اصلا خودم تو آینه نگاه میکنم عشق میکنم، خیلی حال میده. یعنی من خود منم و یه آدم خیلی خفن‌تر. یاد یه جمله افتادم که میگفتش جهنم واقعی وقتیه که کسی که میتونستی بشی به کسی که الان هستی داره نگاه میکنه و امیدوارم وقتی اون روز میاد پشیمون نشده باشی، یا حتی خیلی بهتر از اون آدم هم خفن‌تر شده باشی. خیلی لذت بخشه که تو برای خودت یه سری سختی و یه سری عادت سخت رو جایگزین کنی، جایگزین عادت‌های بد، و برای رشد و پیشرفت تلاش کنی و تهش زندگی قشنگ بسازی. 90% افراد نمی‌کنن دیگه این کارا رو. توی ویدیوی قبلی، توی ویدیوی اول کانال گفتم یه سری عادت بد هست که چند تاشو گفتم توی ویدیوی قبلی، دوباره الان بهتون میگم. اگه هنوز وقتتو توی سوشال داری هدر میدی یا انرژیتو داری با پورن و خودارضایی به گام میدی و هیچ پلن و ایده و هیچ فکر واسه زندگیت نداری، تبریک میگم. تو یک لوزر بدبختی مثل 90% آدمای جامعه که هیچ پلنی ندارن و هر روز زندگیشون سخت‌تر میشه. میخوام معذرت خواهی کنم که بد دارم حرف میزنم، حرف بدی نمیزنم ولی سعی میکنم حرفایی که دارم میزنم یه تلنگر باشه. چون ویدیوی اول گفتم دارم با دوستم صحبت میکنم و اصلا نمیتونم من مثلا به داداشم به آبجی خودم بگم که داداش اینجوری زندگی تو بیا بساز، عزیزم این کارو بکن. اصلا زندگی شوخی نداره. ببین اگه اینا رو جدی نگیری، این ویدیوها، من هیچ کاری توی زندگی نمیتونم انجام بدم. توی ویدیوی قبلی گفتم صرفا یه تلنگر میتونم بزنم که اون چک محکمه رو از زندگی نخوری که دور خودت بچرخی، شاید اصلا پا نشی دیگه بخوای به زندگیت ادامه بدی. پس زندگی تو جدی بگیر، سفت بچسب، یه تغییر بزرگ توی زندگیت ایجاد کن و این تغییر بزرگ همش با عادت‌های کوچیک هست. اون وقت به گاه دادن توی سوشال مدیا میتونه محتوای خوب دیدن باشه، کتاب خوندن باشه، نمیدونم انرژی که اون قراره به فاک بدی، ورزش کنی، بدن خوب بسازی، وقتی خودت تو آینه میبینی به خودت افتخار کنی و اون پلن داشتن همش با همین عادت‌های کوچیکه. وقتی تو وقتت توی گوشیم الان دم دستم نیست، هی اسکرول کنی، هی اوکی این ریلز رو ببینم، یه ریلز دیگه ببینم، وقتی وقتت اینجا داره تلف میشه، خب این مغز کجا داره کار میکنه؟ اصلا کار میکنه؟ 3 ثانیه یه ویدیو میبینم، 7 ثانیه یه دونه دیگه، همینجوری چند ثانیه داری میبینی. خب اون تمرکزت اگه روی خودت بذاری قطعاً یک پتانسیل داری که بچسبی بهش، میزنی میترکونی، یه ایده خوب میاد توی زندگیت که اونو بچسبی زندگیتو بسازی. ولی نه، اگه هی بخوای وقت و انرژی تو با اینجور چیزا تلف کنی، خب زندگی همینجوری سخت میمونه دیگه. توی ویدیو قبلم یه عذرخواهی کردم، بازم بگم. ببین من وقتی صدامو بلند میکنم یا لحنم عوض میشه همش از دلسوزیه. گفتم دیگه من نمیتونم زندگی تو عوض کنم، صرفا یه تلنگر زدنه. و شنیدی دیگه، میگن آدمی که خوابه میشه بیدار کرد، آدمی که خودشو به خواب زده اونم من بیدار میکنم، ولی آدمی که خودشو به مردن زده هیچ جوره نمیشه به زندگی برگردوند. و اگه خودتو به خواب زدی، اگه واسه زندگیت هیچ پلنی نداری، به زودی به همین دوچار میشی که خودتو دیگه به مردن زدی. میگی اوکی هر چقدر میخواد زندگی سخت باشه، من هیچ پلن و ایده‌ای ندارم و قرار همین زندگی رو ادامه بدم. بچسبید بچه‌ها، بچسبید. حالا توی ویدیوهای بعدی من سعی می‌کنم بیشتر راهنماییتون کنم. الان فقط می‌خواستم که با خود واقعیت روبرو بشی، بفهمی که با ارزش‌ترین سرمایه خودتی و باید واسه خودت اهمیت بدی، اهمیت قائل شی، ارزش قائل شی. جمله بندی پیچیده. بله، یه آب بخورم ادامه ویدیو رو با هم جلو می‌بریم. اکثر آدما دارن خودشونو گول میزنن که مثلا میگن چقدر خوبه ما ورزش نمی‌کنیم، سختی نمی‌کشیم، رژیم غذایی سالمی نداریم، هر چی دلمون بخواد می‌خوریم، نمیدونم هر زمانی که بخوایم می‌خوابیم، هر وقت بدنمون تشخیص بده خواب کافیه از خواب بیدار میشیم، نمیدونم پارتی و رقص و هر هفته دختر پسر جدید یا دراگ و دود و الکل، همه اینا هستش. یه سری خوشگذرانی که لذت بخش دیگه. تو به هیچ چیزی فکر نکنی، از زندگیت لذت ببری و یه خورده فکر کن واقعا لذت بخش همچین چیزی.
لذت بخش دیگه. آره لذت بخش هست، ولی واسه آدمای احمق و بی هدف که هیچ هدفی ندارن. من نمیخوام مثل اونا باشم. مطمئنم تویی که داری این ویدیو رو میبینی تو هم نمیخوای احمق باشی. پس سختت رو خودت انتخاب کن، سخت زندگی تو خودت انتخاب کن. توی این ویدیو گفتم، بارها اینو تکرار میکنم که تو انتخاب کنی. زندگی سخته، زندگی سخته و من باید انتخاب کنم که سختی که میخوام بکشم اینجوریه که چند سال بعد به خودم افتخار میکنم، یا نه 60-70 سال سخت زندگی میکنم و تهش میمیرم. اگرم حالا مرگ راحتی داشته باشی، اگه تا 60-70 سالگی زنده بمونی با این زندگی که داری، دراگ و دود و الکل و ورزش نکردن و رژیم غذایی ناسالم، ببین 50 میبینی. سختت رو خودت انتخاب کن. ببین یه خبر بد دارم برات، هیچ کس نمیتونه توی زندگی تو تغییر ایجاد کنه، فقط خودتی و خودت. و خبر خوب اینه که خودت کافی. پس بهتره صد تمرکزت رو روی خودت بذاری و یه چیز قوی بسازی. توی ویدیوی اول کانال گفتم دیگه 90% آدما توی در و دیوارن و همین که تو کاری که 90% افراد جامعه انجام نمیدن رو انجام ندی، یه لول خیلی خوب میای بالا. یعنی اون قدم اولت آدمای دیگه سوشال مدیا، نمیدونم چیزایی که گفتم دیگه، عادت بد دیگه نمیخوام یادآوری کنم، اینا رو دارن. تو این کارا رو انجام ندی میای اینجا، یه لول بالات اینجا نیست، خیلی میای بالا. حالا همین عادت بد رو فکر کن انجام نمیدی، بجاش عادت خوب میسازی و اونا رو انجام میدی و یه خود قوی میسازی که تا وقتی زندگی بهت کمک میکنه که رشد کنی. خیلی چیز خفنیه. من 26 سالم الان، گفتم دیگه ویدیو قبل یه روز قبل تولدم داشتم ضبط می‌کردم و به نظر من با ارزش‌ترین سرمایه‌گذاری که ما میتونیم انجام بدیم سرمایه‌گذاری روی خودمونه. چه بخوای پول خرج کنی آموزش ببینی، یا با ارزش‌ترین سرمایه یعنی زمان تو بذاری واسه خودت که رشد کنی. پس این کار رو انجام بده، چون چیزیه که از بین نمیره. یعنی همیشه هستی، خودت همیشه هستی دیگه، تا وقتی که زندگی کمکت میکنه که رشد کنی. خواهشی که ازت دارم جوگیر نشو. الان به خودت نیا بگو وای من چه زندگی بی هدفی داشتم، چقدر خوبه که روی خودم کار کنم، میزنم از فردا میتره کنم، الان میرم این کارو میکنم، ورزش میکنم، باشگاه ثبت نام میکنم، اینستا رو پاک میکنم، نمیدونم سیگارو کلا میندازم میره. نه، آتیشی که گر میگیره اگه دقت کرده باشی زود هم خاموش میشه. اولش یه آتیش خیلی بزرگه، گرمای زیادی داره، نور زیادی داره، ولی سریع خاموش میشه. اما یه چراغ نفتی که دورش یه دونه از این شیشه ها هستش، هر چقدر باد و طوفان بیاد خاموش نمیشه. و خواهشی که ازت دارم همینه، جوگیر نشو. بجاش یه شمع تو دلت باشه، اون اگه روشن باشه، یه شمع، یه شعله کوچیک، یه سری عادت کوچیک کوچیک انجام بدی و اون تغییر بزرگی خودش اتفاق میفته. و من از بیرون نمیتونم کاری کنم، یعنی من از بیرون تو نمیتونم توی تو تغییر ایجاد کنم. فقط گفتم یک سری تلنگر میتونم بزنم، یک سری تجربه رو باهات به اشتراک بذارم و تنها کسی که میتونه اون کبریتو بزنه، اون شمع تو دلتو روشن کنه، خودتویی. روشنش کن. توی ویدیوهای بعدی کمکتون میکنم که من خودم توی مسیر رشدم گفتم 1 سال از مسیر رشدم رو قرار ویدیو کنم و به صورت هفتگی به دوستان بگم که کمک کردن حتی 1 نفر، 10 نفر، نمیدونم چند هزار نفر قرار ویدیوها رو ببینن، 1-2 نفر بزنن، بهتر کنن، انقلاب کنن، واسه من بسه. و این توی زندگی خود من برمیگرده. بهش قشنگ اعتقاد دارم. مهم نیستش که دینتون چیه، دین من چیه، ولی مطمئنم اگه یه آدمو کمک کنی رشد کنه، حتی اگه به زندگی من برنگرده، اون آدم لول اپ میشه، منم که لول اپ شدم. همدیگه رو شاید توی یک بیزینس ببینیم و به هم کمک کنیم و بریم جلو. دیوید گاگینز میگه که هیچ رمز و جادویی وجود نداره، یه چیزی باید درونت باشه، یه چیزی باید درون تو بیدار باشه. ویدیوهای من، سمینارهای انگیزشی، کتاب خوندن و هر چیزی که داری میبینی شاید ازش الهام بگیری، ولی اگه چیزی درون خودت نباشه هیچ تغییری ایجاد نمیشه و رفته رفته اتفاقا فقیرتر میشی. یعنی تو داری پولتو خرج کتاب‌ها میکنی، سمینارها میکنی، از اون مهمتر با ارزش‌ترین سرمایه تو داری خرج میکنی، یعنی زمان تو داری خرج میکنی و اگه بدون هیچ عملگرایی باشه هیچ اتفاقی رخ نمیده توی زندگیت و روز به روز بدتر میشه، چون داری پولتو از دست میدی و از لحاظ روانی واقعا به هم میرسی، چون تو یک سری دیتا داری، میدونی که کاری که داری انجام میدی اشتباهه، میدونی داری وقتتو تلف میکنی و میدونی که عملگرایی نداری و این واقعا اذیتت میکنه. یا سرتو بذار رو لذت، مثل همون 90% افراد جامعه که دارن حال میکنن، وقتشون همینجوری تلف میکنن، یا نه سرتو بذار روی رشد و پیشرفت خودت که من انتخابم دومیه هستش و این بلا تکلیفی، این وسط موندنه اصلا معنی نداره. دوچرخه یا داره صاف میره یا افتاده.
حالا اگه جکشون نمیخوای بزنی، زندگی حالت وسط نداره، یا داری به فاک میری یا داری موفق میشی. این وسط یه بلا تکلیفی وجود داره که مثل برزخ میمونه و فقط داری اذیت میشی هر روز، چون تو داری میدونی که میتونی رشد کنی ولی عملگرایی نداری. پس خواهشی که ازت دارم اون شمع تو دله اونو قشنگ اوکیش کن، یه خودباوری ریز داشته باشی، یه جنم جربوزه داشته باشی. از 90 خیلیه، از 90% افراد جامعه میزنین جلو. یه چیزی بگم شاید خنده‌دار باشه، نمیدونم، من سرچ نکردم که مطمئن شم، ولی میگفتش که 90% افراد جامعه نمیتونن یه دونه بار فیکس بزنن. تو اگه ورزش کنی یکی دو تا 5 تا بزنی، از 90% افراد جامعه میزنی بالا. حالا اینکه بقیه کارا رو جدی بگیری، ببین چه انقلابی میکنی. به خاطر همینه دیگه چرا اکثر آدما پولدار نیستن. سختی تو خودت انتخاب کن که ببین میخوای زندگیت کلا سخت باشه تا آخر عمر که روزی که میمیری راحت بشی، یا نه چند سال سختی رو به جون میخری که زندگی راحتی واسه خودت، خانوادت، اطرافیانت، مهمترینش خودتی، یه زندگی راحت واسه خودت بسازی. سختت رو خودت انتخاب کن. اگه بخوام حرفامو جمع‌بندی کنم، تو باید به درون خودت مراجعه کنی، خودتو به چالش بکشی و با عملگرایی که داری یک سری تجربه رو خلق کنی. یعنی موفقیت و شکست که حاصل تجربه میشه که تو بتونی موفقیت‌های بیشتری به دست بیاری. چه شکست بخوری تجربه به دست آوردی، چه موفق بشی دوباره یک تجربه به دست آوردی و ایناست که زندگی تو رو میسازه. اطرافیان، دوست و آشنا، من، هیچ کس دقت کن چی دارم میگم، براش اهمیت نداره که توی زندگی تو چه خبره. بشین فکراتو بکن، ببین قراره با زندگی چی کار بکنی و سختتو خودت انتخاب کن عزیزم. حقیقت زندگی تلخه، منم دارم مثل زهرمار بیانش میکنم که قشنگ با پوست و خون و گوشت و استخون و لوزار مده و با همه جا درکش کنی، با روحت قشنگ بفهمی زندگی چقدر سخته، پذیرش رو داشته باشی، بزنی بهتر کنی. مطمئن باش میزنی میتره کنی، شک نکن. تا وقتی که زنده ای میتونی توی زندگی تغییر ایجاد کنی.